امروز هم آمدیم تا یکی از هتل‌های عروسی بسیار زیاد زیبا را براتان معرفی کنیم. هتل عروسی کاخ سلطنت. بخش زنانه 400 نفر گنجایش داره. یک دکور بسیار مقبول کلاسیک، یعنی چیزی که توان داشتیم در اینجا کردیم دیگه برای مردم. اینی هم سالون زنانه انترنشنال ماست. بسیار یعنی شما خودتان ببینید بسیار یک فضای مقبول، یک دکوریشن بسیار مقبول شده، بسیار یک سیمسیه خاص، گچبوری بسیار خاص. این خود شما میبینید یک کلاسیک دکور شده ای. چکایش هم بسیار یک گچبوری بسیار مقبول شده. بسیار وقت زیاد دیگه تیر شده که انجینرایی که کار کردن، ایره دیزاین کردن، دکور کردن، یعنی واقعا بسیار دکور مقبول کردن. اینطوری که من صحبت از هتل خودم کنم، خود شما میبینید که دکور بسیار مقبول شده. و تفریح نکاحخانه سالن رویای ماست، یعنی گنجایش 100 نفره داره. مامیال میتیم هر مشتری شما که چینل میبینه و از طریق شما می 10% دیگه هم تخفیف بده. بسیار زیاد تشکر مدیر. السلام علیکم افغانستان، وطندارای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم خوب و صحتمند و سر حال باشین و چینل خودتان پنجره افغانستان بیننده باشین. عزیزای دل، باز هم مش و معصومی در خدمتتان هستم با یک برنامه جدید. همچنان لایک و سابسکرایب چینل یوتیوب پنجره افغانستان فراموش نکنین. وطندارای عزیزم، قسمی که در این اواخر بسیار زیاد شده هتل‌های عروسی در شهر کابل و خوبیش این است که دیکور و دیزاین‌های مختلف است. همچنان نظر به خواست هموطنای ما که خواسته بودن از چند تعداد از هتل‌های عروسی برنامه داشته باشیم، امروز هم آمدیم تا یکی از هتل‌های عروسی بسیار زیاد زیبا را براتان معرفی کنیم. هتل عروسی کاخ سلطنت. البته ای که داخلش چی سهولت‌ها داره، دیگه چی صحبت‌ها را می داشته باشیم همراهشان، معلومات کامل درباره از این هتل را براتان میتیم. بیننده برنامه ما باشین. رفقای عزیزم، فعلا هم داخل دفتر پذیرش کاخ سلطنت هستیم. بریم صحبت ها رو همراه مدیر صاحب می داشته باشیم تا در مورد این هتل بر ما معلومات بتن.
سلام علیکم مدیر صاحب. سلام. بفرمایید. خوب هستین؟ صحتمند؟ تشکر. زنده باشین. با قصر سلطنت خوش آمده، صفا وردی خوارم. زنده و سلامت باشین. میشه برای هموطنای ما یک معرفی داشته باشین؟ عبدالسمیع حمیدی هستم، مدیر هتل کاخ سلطنت. بسیار خوش شدیم از دیدن شما. ما شما مشرف شدیم، امرای خود شما. زنده و سلامت باشین. مدیر صاحب بر ما بگوین چقدر وقت میشه که کاخ سلطنت فعالیت داره؟ کاخ سلطنت در سال 1397 و فعالیت آغاز نموده. بسیار خوب. بعد از مدت بسیار زمانی که یک دکوریشن سابقه داشته و از دکوریشن سابقه مردم استفاده میکردن و محالت عادی خود بوده و مراجعین می آمدن محفله خود هم می گرفتن. بعد از اینکه تقاضای مردم بسیار زیاد شد و سیستما بسیار بلند رفت، هتل‌ها را خواستن که با یک شکل جدید با شکل رومی عیار بسازن که واقعا کاخ سلطنت هم دوباره یک ترمیمات بسیار قوی را شروع کرده، یک بازسازی بسیار قوی را شروع کرده که ما تانستیم که بیرون نمای خودم با شکل رومی عیار بسازیم و سالونای خودم اساسی یک دکوریشن بسیار قوی، یک دکور بسیار مقبول و نظر به تقاضای مردم عیار بسازیم. بسیار عالی. واقعا هم دوستا زیباست. شما میتونین در تصویر ببینین. البته این تنها دفترشان است که قدر مقبول است. این که سالونا چه قسم است رو باز میبینیم. واقعا که می دکوریشن بسیار زیاد مودام شده در می اواخر. بله خود تقاضای مردم است، ذهن مردم بالا شده، سیستم مردم بالا شده. به خاطر زمون ما هم خواستیم که تقاضای مردم مد نظر بگیریم. یک دکوریشن بسیار قوی بعد از مدت 9 ماه ترمیمات و بازسازی دوباره تانستیم که هتل دمای اقرب بخیر دوباره به فعالیت آغاز کنه و دوباره فعال شده این هتل بخیر. بسیار عالی بسیار عالی. خب بر من بگوین که در آغاز کار استقبال مردم چگونه بود از هتلتان؟ خب مردم واقعا در سه خیرخانه مردم کمی فضای زیره دیدن، این دکور روشنی زیره کردن، لایتای زیره کردن، یعنی مردم می آمدن از بیرون بسیار عکس‌های اینجا می گرفتن، موترها استاد می شد، عکس‌ها از نما می گرفتن و بسیار استقبال گرم را کردن که این فضای خیرخانه واقعا یک هتل نو جور شده که بسیار فضا را روشن ساخته و بعد از او که آمدن سالونا را دیدن، خود تفریحگاه را دیدن و هتل پارکینگش دیدن، دیگه مردم بسیار استقبال زیاد کردن از ما. طبعا تمام هموطنای ما وقتی که یک بازسازی یا یک سهولت میبینن خوشحال میشن. بله. خب انگیزه ای که چنین مکان ایجاد شود در چی بوده؟ خب نظر به تقاضای مردم بسیار تقاضا داشتن که می سیستم ما باید اینمیت شوه، اینمیت یک هتل در این محل باید ما داشته باشیم. هتل‌ها در شهر کابل بسیار زیاد است، در این منطقه و در این محیط ضرورت بوده کمیت یک هتل به خاطر سهولت مردم، به خاطر از اینکه مردم همینجا نزدیک باشن و یک هتل بسیار مقبول مفشن داشته باشن. ما به خاطر تقاضای مردم این هتل همینطور یک دکور دیزاین کردیم برشان. بسیار عالی. یک وقت بود مدیر صاحب که تمام هتل‌ها در سرک میدان هوایی بود. بر بسیاریا دور بود، ولی حالا شکر خدا خوب است که در هر منطقه هتل است. خب این تقاضای مردم است، نفوذ هم بسیار در کابل زیاد شده، هر ساحه ما هر ناحیه ما بسیار یک نفوذ کلان دارن. اگر در سر هتل ببینیم هتل‌ها جور شده، در میدان جور شده، مدکوریان جور شده. خوشبختانه در سایه خیرخانه که در اینجا بسیار کم وقت میشه که هتل‌ها بیادر به فعالیت خود آغاز کرده. به خاطر تقاضای مردم یک سهولت بر مردم باشه، ما خواستیم که اینجا مردم ما آرام باشن و بتونن خانه‌ایشان هم نزدیک است، اینجا محفله خود بگیرن. به او خاطر ما این هتل جور کردیم برشان. بسیار عالی بسیار عالی. خب مدیر صاحب دوستان منتظر هستن که هتل ببینن برشان معرفی کنیم. میریم کم کم تا سالونا رو ببینیم. بسیار عالی. این هتل ما 4 سالون داره خور. نام خدا. 3 سالون داره، یک سالون انترنشنال که با گنجایش 1200 نفر است، یک سالون دیگه ما به نام رویال است که او تعداد 1000 نفر میگیره و سالون دیگه ما که به نام صدف است تعداد 800 نفر میگیره. یعنی هتل جمعاً روزانه میتونه یک محفل ما را تا 3000 نفر گنجایش داشته، یک وقت 3000 نفر محفلش برگزار کنیم. نام خدا. میریم دوستا طرف سالونا تا سالونا رو بر شما عزیزا معرفی کنیم. با ما هم
دروازه عبوری زنانه سالن صدف مطبخه. بسیار خوب. اینمی دروازه عبوریش است. یک دکور هم شده اینمی جا نام کنید. خدا بسیار مقبول جور کردن. دیزاین بسیار مقبول شده. اینی هم یک تفریگایش است. بسیار خوب. برای زنانه یک تفریگای زنانیش است. اینجا هم تشنابهش است، بسیار منظم، تشنابه پاک و نظیف برشان جور شده و بالا هم خودش یک گچبوری بسیار خوب، یک CMC بسیار خوب مقبول شده. بله دوستان میتونن در تصویر ببینن که بسیار یک دکوریشن مقبول. زنانه ما فعلا. و عالی هم داخل بیاییم سالن میشه. داخل سالن زنانه سالن رویای ما. به به نام خدا. اینی هم سالن زنانه رویای ماست. صدف. صدف است بله. که گنجایش 400 نفره داره. تنها در بخش زنانه 400 نفره گنجایش داره. یک دکور بسیار مقبول، کلاسیک، یعنی چیزی که توان داشتیم رئیس قدیم دیگه برای مردم یک بسیار سالونه که بسیار مقبول آمده و بسیار یک سرویزیا و پوشه چوکی بسیار مقبول، یک پایه های بسیار استقبالی بله مقبول. بسیار مقبول است. دوستان میبینین که نام خدا بسیار یک دکوریشن مقبول داره این سالن و شما در تصویر هم میبینین استیج بسیار مقبول. مدیر صاحب درباره استیج ها بر ما معلومات بتینه که فکر کنم استیج ها فرق میکنه، چند رقم میباشه. بله کتلاکا در گلسازی باست، اینجا بسیار خوب یک گلسازی منظم داریم و کتلاکای بسیار خوبیش است. هر رقم کتلاک که تو خواسته باشی برای هر سالونه ما جدا جدا بسیار مفشن دیزاین ها، هر کسی که خوش بکنه اما کتلاکایش است مطابق زوجه بایشان جور بکنیم. بسیار عالی بسیار عالی. و این طرح میز و چوکی که شده اگر مشتری بخواد تغییر هم داشت میتونه. بله هر رقم دکور دیزاین کو فرمایش بدین ما عیار هستیم برشان. با تعدادای کمشان امو تو عیار هستیم، برای تعدادای زیادشان امو تو عیار هستیم برشان ان شاء الله. چیزی که تقاضای مشتریای ما باشه ان شاء الله ما در خدمتشان هستیم. خب اینجا را گفتین که 400 نفر گنجش. این 400 نفر بخش زنانه ماست که بیخی رئیس مستقل مالی عروسخانه‌اش هم برای شما نشان میدیم که تفریحگاه داره، عروسخانه بسیار منظم داره. باز میریم بخش مردانه‌اش هم میبینیم ان شاء الله. میریم دوستا بخش تفریحگاه را خود دیدیم، بخش عروسخانه را میبینیم. خب مدیر صاحب فعلا هم درس خانه هستیم. بله اینمی عروسخانه زنانه صدف با قانونیش نشان داده میتونه. اینی هم عروسخانه‌اش است. بسیار نام خدا عروسخانه‌ش هم مقبول است، بسیار کوچای مقبول. اینجا فقط عروس داماد می باشه یا میتونه بعض کسای دیگه هم باشه؟ یعنی واقعا عروس داماد دیگه باشه، میشه یکم شیریش به یک مادرش به یگان دوستایی که عروس میبینن نزدیک یک سلام علیک دیشان داشته باشه، میان یک فضا برشان جور شده، کوچا برشان است، میشینن و اینجا یک اتاقه که تبدیلی لباس هم است، میتونن که خود عروس هم اینجا با بدون کدام مشکل همونجا لباسای خود تبدیل کنه. یک تشناب هم برشان اینجا نظر گرفته شده، یعنی سهولت ها برش است. یک دکور دیزاین شده میتونه شاوروس اینجا بسیار براحت اینجا نان خودم بخورن و کلی پروگرام خودم اینجا پیش ببرن. واقعا که دوستان میتونن ببینن بسیار زیباست، هم سالن هم عروسخانه‌اش و به خصوصی که یک جای بسیار مشخص هم داره به خاطر تبدیلی لباس. دیگه میتونین دوستا در تصویرم ببینین اینجا که کاملا راحت میتونه عروس خانم از اینجا استفاده کنه. خب مدیر صاحب این حال دیگه زمستان هم نزدیک از خنک خمیال هم شده. بله. چطور از باز سهولت‌هایتون به خاطر زمستان کدام خدمات در نظر گرفتید؟ ما دیگه به خاطر زمستان بخاریای بسیار خوب مقبول گازی برشان در نظر داریم و در سالونا بخاریا را برشان میشانیم
انشالله اینمی که فضایی که دفتر ما تو گرم بوده اینمی سالون هم انشالله برای مشتریای ما تو همیشه گرم است انشالله. بسیار عالی بسیار عالی. بازی بخاری هم نظر به خواست مشتری است یا نه؟ بله تقاضای مشتری است. اگه خواسته باشه بخاری ها رو بشن هوایش منظم باشه کم کنین زیاد کنین کلی کارا با تقاضای مشتریای ما میشه. خداوند شما رو خیر بده. خب دوستان اینجا هم دیدیم بریم سالن مردانه صدف رو میبینیم با ما باشین صحبت های ما ادامه داریم. اینی تفریگای سالون رویای ماست. البته تفریگای زنانه سالون رویای ماست. اینجا یک کانتین گرفتیم که در این کانتین هم یکی از سیاسرهای ما می باشه و خدمات برای مردم یادر خدمات خود اجرا میکنن. این تفریگای زنانه ماست یعنی همشیرهای ما میتونن بین یک فضای آزاد در بسیار یک دیزاینکای خوبش دیکور بسیار مقبول شده میتونن عکس هم بگیرن در اینجا و یک ساعت بشینن یکان قهوه یکان چای خودم اونجا بخورن. یعنی در این تفریگات دیگه زمینی هر چیز برشان مساعد است. اینجا تشنابا برای سیاسرهای ما جور شده که خودشان مستقل میتونن و عروسخانه ما هم در این تفریگاست. عروسخانه زنانه ما هم در این تفریگاست که عروس هم بسیار با عزت و با ابرو اینجا میاین. یعنی زمینجا بعد از او باز در تفریگا یک عکس و یگان دیکور دیزاین هم که میبینن یگان فیلم برداری هم میکنن بعد از او باز میرن در سالون دیگه. ما شما یک دفعه در عروسخانه هم یک دفعه میدریم عروسخانه از این سالون هم میبینیم که چی شده بفرمایید. عروسخانه از سالون هم ببینیم. ماشاءالله نسبت به عروسخانه دیگه کلانتر است. بله این از او که کلانتر است. خب با هر سالون اما تو عروسخانه هم جور شده دیکور دیزاین از او متفاوت است. این هم یک دیکور بسیار خوب شده یعنی کلگیش در دیوالایش اگه شما ببینید یک ظریفکاری بسیار قوی شده بسیار مقبول شده. چتش هم بسیار یک مقبول CMC شده یک لیتینگ بسیار مقبول هم شده. یعنی همشیرهای ما که میان همین سهولت‌ها برشان برابر است. هر خوار ما که جمعه که پروگرامشان باشه یا عروسخانه را بسیار خوش میکنن و در اینجا زمینه هر چیز برشان مساعد است. اینجا یک تبدیلی لباسی هم داره یک تشناب هم برشان جور شده دیگه هر سهولت برشان اینجا مهیا است. دوستایشان به مادرش همشیره‌اش یگان دوستش یگان فیلم برداری هم کتشان میکنن در کوچا میشینن وقت خود خوب با خوشی تیر میکنن. بسیار عالی بسیار عالی. یعنی که مردم رضایت دارین یک جهان بدل مردم جور شده دیگه برای مردم جور شده. بسیار عالی. خب دوستا میریم قسمت نکاحخانه هم است او را میبینیم. اول سالون میبینیم بفرمایید میریم. دیگه از عروسخانه بخیر برآمدیم. یادآوری کنم که نمی رای سالون زنانه باقی است از سالون رویای ما بیخی آن رای مستقل داره. این دروازه عبوریش و از امو دروازه میاین که هر سالون ما جدا دروازه عبوری زنانهش سهولتایی که برای مردم گرفته شده. هر سالون ما دروازه ورودی خودش جداگانه داره. اینمی رای ورودی زنانه سالون رویای ماست که این از امیر هم شیره ما بالا میشن مین اونو یه تفریگش بود که دیدین و عروسخانهش هم دیدین و اینمی هم سالون زنانه رویای ما شما کالی داخل میشیم. این هم سالون زنانه رویای ما شما. ماشاءالله نام خدا. یک سالون از دیگه سالون زیباتر. این سالون هم بیبی جان قن گنجایش تقریبا در حدود 1000 نفر داره و یک دیکوریشن بسیار مقبول. این خود شما میبینین یک کلاسیک دیکور شده ای. چتایش هم بسیار یک گجبری بسیار مقبول شده. بسیار وقت زیاد در اینجا تیر شده که انجینرایی که کار کردن این دیزاین کردن دیکور کردن یعنی واقعا بسیار دیکور مقبول کردن. اینطوری که من صفت از هتل خودم کنم خود شما میبینین که دیکور بسیار مقبول شده و همون پوشه چوکی سرمیزی که است به این سالون مختلف است. یک دیزاین دیکور دیگه خورده خودزی و یک استیج بسیار مقبول برزی جور شده.
یعنی فضای بسیار پذیرایی بسیار خاص، چوکی‌های پذیرایی برای مردم مانده شده. یعنی تمام زمینه برای مردم مساعد است دیگه انشالله اگر خودش رو ببینید بسیار یک دیکور مقبول شده. بله دوستان در تصویر میبینن که نام خدا بسیار یک سالن مقبول، یک سالن کلان که تعداد 1000 نفر گنجایش داره و استیج بسیار مقبول و ترکیب رنگا بسیار خوبش است که مثلا همین میز چوکی که از دیزاین که شده، رنگایی که استفاده شده بسیار مقبول است. دوستان خودتان دیگه در تصویر میبینین، ما هر قدر بگوییم کم است. و اینجا یک پارتیشن شده بی جان قن که پارتیشن هم با چت برابر است که ما خواستیم اگر کسی خواسته باشه که یک پروگرام خود در اینجا بگیره. پارتیشن های بسیار برقی، بسیار خود پارتیشن ها بسیار دیکور مقبول شده، لایت خورده، خود زیاد روشن میشه، بسیار مقبول است که اینی طرف میتونه یک پروگرام ما بگیریم زنانهش به طرف راست و مردانهش هم به طرف چپ. مثلا 500 نفر اگر بله باشه 500 نفر باشه میتونه که ما این پارتیشن خود کلیش برقی کش میشه، یک طرف زنانه میشه که صدام به یک طرف به دیگه طرف نمیره خوارم. بسیار عالی بسیار عالی. این طرف هم دیگه برای سهولتایی که بر مردانه ما گرفته شده، اینی سهولت هم برای مردانه ماست که در سالون مردانه ما یک دیکور بسیار مقبول همی طرف هم اگر ببینیم شیری قلب بسیار مقبول دیکور شده. بسیار مقبول است. و این هم رایزی باز مستقل است که دروازه مردانی از بیخی از رای دیگه است، زنانهش از او راست، رای دروازه ازی که از بیرون هتل باز میبینین رایزی ها بیخی مستقل است، مردانهش از جدا را و اونو را هم یک استیجی که بیادر کن یک میتانه یک داماد یک کسی بره اونجا بیادر کن بشینه یگان عکس بگیره در مردانه میتانه در استیج بسیار مقبول. استیج از اینجا مقبول است و استیج اصلی هم که هم بسیار مقبول است. دیگه دوستا خودتان در تصویر میبینین که استیج که برای آقای داماد در نظر گرفته شده که میتونن مثلا دمی محفلا رواج است که داماد هر قدر در زنانه باشه باز یک بار حتما در مردانه بله در مردانه میشینه با دوستایشان میاد یگان عکس میگیرن یگان فیلم برداری میکنن که دوستای خود یگان مراسم حنا باشه. میتونن دیگه آزادانه این پروگرام خود انجام بگیرن. بسیار عالی بسیار عالی دوستا، بسیار زیبا است. خب مدیر صاحب بر ما درباره مینوی غذایی معلومات بتین. قسمی که شما مخاطره جالبتان تعریف کردین، گفتین که مثلا نفر زیاد شده بود. بله. شما چقدر به هر محفل غذا آماده میکنین که کمبود نکنه؟ والا هر اداره هتل اگر یک 500 نفر در نظر میگیره که 500 ما بو کدیم، یک هتل اقلا تعداد 100 یا 500 نفر آمادگی داشته باشه برای باز ما میتونیم دیگه جاهای هتلای دیگه دوستای دیگه داریم، ما میتونیم اگر در شو کدام چیز مواد ما بعضی موادای ما کم میشه میتونیم از هتلای شارنو از سایه تیمنی هتلای روزمراز دوجه ما میتونیم که از اونجا در شو عاجل برشان اکمال کنیم. یعنی تابالی با مشکل روبرو نشدیم، عزت مردم کدیم اگر 500 بوده 600 شده 700 شده نه با بسیار با کیفیت عالی و با عزت برشان توزیع شده. بسیار عالی، خداوند شما را اجر ثوابش نصیب کنن. یم تفریقه مردانه مثالون رویای ماست. بسیار خوب. که اینا برآمدیم از اینجا تفریقه مردانهش آمدیم که در اینجا اونو دو کنج یک اتاق وی ای پی داریم. بسیار خوب. میمانا میتونن برادرای ما اونموجا اتاق وی ای پی بسیار لوکس بر زمینه هر چیز مساعد است میتونن که دوستای خود دوجا بشینن. و اینجا یک نکاحخانه بسیار مقبول. جای مهم میجه. بله امی جای نکاحخانه است که اینجا تمام کارا دیگه اینجا جور میشه بخیر. اینی هم یک نکاحخانه است. ماشاءالله. نکاحخانه سالن رویای ماست. نگفتن مانه که هر سالون ما نکاحخانه از خود مستقل یک نکاحخانه داره. وی ای پی هم داره، عروسخانه هم داره، نکاحخانه هم داره. تفریقایش هم کلی مستقل است. اینی نکاحخانه سالن رویای ماست. یعنی گنجایش 100 نفر داره. از 100 نفر اگه بخوای بالا هم گنجایش داره. یعنی میتونن نکای خود نمیجا کلیش برگزار کنن. واقعا بسیار مقبول است. یک دیکور بسیار مقبول شده، یک میز بسیار منظم، یک دیکور بسیار خوبی شده.
دیگه انشالله چیزی که ما داشتیم ما در خدمت مردم خود هستیم دیگه، برای مردم کردیم کلگی شد دیگه. بسیار عالی است مدیر صاحب، بسیار مقبول است و خوبیش هم این است که گنجایش 100 نفر را بله داره. بله گنجایش گفتین از 100 نفر هم میشه زیادتر. بالا میتونه که بالا میشه 100 نفر هم بالا شود. بسیار عالی. اینا کلی چیزایش نو، چوکیایش خودش هم کلیش نو جور شده دیگه. خب بله. یعنی کاغذ پیچ است دیگه. بله کاغذ پیچ است. سهولت برای مردم هست اینجا ان شاء الله. هزار نگاه. بله. هموطنای ما خودشون هم میتونن ببینن دیگه. اگر نزدیک ببینن عالی خود ما شما را در تصویر ببینن، اگر نزدیک ببینن ان شاء الله بسیار خوب خوش میکنن. بله بله خواره. خب مدیر صاحب می اتاق وی آی پی رو بریم ببینیم که میتونیم ببینن. ببینیم یک شارت از اونم بگیریم که درباره‌اش صحبت کنیم. البته این اتاق وی آی پی فقط مربوط سالن رویال میشه. این وی آی پی هر سالن یک وی آی پی خودش داره. این دیگه با وی آی پی با سالن روی است، برای مردانه سالن روی است. بسیار عالی. بریم ببینیم که چگونه است. یا وی آی پیش است. یعنی میتونن در حدود 40 نفر 50 نفر دوستا اینجا بشینن، یک فضای راحت برشن. بله. یک خواهر یک چای بنوشن، یکان خاطرات خود قسم میکنن کتیه که دیگه خود میتونن اینجا باشن. نانم هم اینجا صرف تام کنن و بشینن در یک فضای آزاده نمیشه بیادر تا که پروگرامشان ختم میشه. بعضی معززین هستن، موی سفیدای هستن که در سالون نمیشینن، میتونن که نمیشه آرام بشینن قرار واسه. این هم امرای سالون یک جای ریزرو میشه دیگه. بله یا وقتی که یک سالون ریزرو شد اینمی چیزا برشان در خدمتشان از نکاح خانه وی آی پی، یعنی یا کلگیش دمو یک بوکینگ که شد کلگی در خدمتشان است. بسیار عالی بسیار عالی. دوستان میبینین که بسیار یک اتاق محفوظ و محصون برای کسایی که خاص هستن یا که به گفته مدیر صاحب ریش سفیدا هستن، بسیار یک جای عالی هستن. خب مدیر صاحب بر ما درباره مینوی غذاییتان معلومات بده. ما همشیر جان اینجا 4 رقم مینو داریم. یک مینوی ما مینوی خاص است، یک مینوی ما مینوی اول است، یک مینو ما مینوی 2 داریم، یک مینو ما مینوی 3 داریم، یعنی 4 روا مینو ما در این هتل داریم. بسیار عالی. و در مینوها تغییرات هم نظر به خواست مشتری میتونن بیارن؟ کلیگی با مشتری با تقاضایش است، میتونه در یک مینو یک چیز تا کنه، یک چیز بالا کنه و کلیگی با تقاضای مردم ان شاء الله ما عیار هستیم. کدام وقت شده که مشتری بسیار تقاضایش بالا بوده باشه یا بسیار پایین بوده باشه؟ والا بله یک تعداد مردم هستند که بسیار مینوی بالا را خوش میکنن و یک تعداد مردم که کمکی ناتوان هستند، اقتصادشان ضعیف است، میتونن او هم بسیار نان با کیفیت برشان است. منتها یکان چیزای تشریفاتی تا او بالا خانه است. بله هست. بله. یعنی در کیفیتش در موادش کدام تغییر نمیاد؟ در کیفیت از اول گرفته از خاص گرفته تا سه کیفیت کلیش یک رقم است. آشپزخانه کاخ سلطنت چقدر خدمات داره و تا چقدر نفر میتونن که آماده بسازن؟ همون که برات گفتم که هتل گنجایش 3000 نفر داره. آشپزخانهش هم برای 3000 نفر عیار شده. پرسنل بسیار مسلکی، مجرب، پاک و خود آشپزخانه یک پاک منظم. اما ظروفی که در اوجه است بسیار پاک است، کلگیش منظم است. برای 3000 نفر توانایی از امور داره که برشان تمام غذا را ترتیب کنه. بسیار عالی. و میزا چند نفری است؟ میزای ما 2 نفری است همشیره. میزا 2 نفری است. یک که اخیراً یک پلان بسیار خوب از طرف دولت گرفته شده که میگن باید از میوه وطن خود ما استفاده شود در هتل. بسیار یک اقدام نیک است. بسیار خوب کار شده. این میال بیادر یکسان برای کلیگ مردم، چه طبقه بالا است پایین است، اما میوه برای کلیگشان یک رقم میوه که فصل ما را میوه چیزی بوده. ما از استقبال هم کردیم، مردم هم از استقبال کرده و ما این پروگرام‌های دولت هم بسیار قوی سپورت میکنیم. بسیار سپاسگزار هستیم. واقعا که بسیار یک اقدام نیک است، هم برای هموطنای ما، هم برای هتلدارا بسیار خوب است و هم برای کشاورزای ما که در اقتصاد کشور بسیار کمک می‌کنه. بسیار رول بالا را بازی میکنه. هر قدر که از تولیدات وطن خود ما استفاده شود هم قدر خوب است. به نفع خود مردم هم است. به نفع مردم هم است. بسیار خوشحال هستیم از این کار دولت هم بسیار استقبال میکنیم. بله. خب میریم دوستا، بازم صحبت ها را ادامه میدیم. یک سالن دیگه مونده. بله یک سالن. درباره از اون صحبت میکنیم.
سامی هموطنان عزیز و فعلا هم رسیدیم به تفریحگاه سالن اینترنشنال. امو چون که دم رای آمدیم امی راه فعلا رای زنانه انترنشنال ماست. اینمی هم یک تفریحگاهش است که اینمی هم یک دیکور بسیار منظم و بسیار مقبول دیکور شده ایم. این شما خودتان میبینین یک دیزاین بسیار مقبول شده او یک لایتینگ بسیار مقبول شده. این هم از اون تفریحگاه دیگه که کلانتر است. بله این از اون که کلانتر هم است و این سالون انترنشنال ماست زنانهش است. یعنی برای هر سالون مشکلات دیگه نیست. هر سالون ما برای زنایش تفریحگاهش عروسخانهش تشنابایش کلگیش جدا، برای مردانه ما جدا برای زنانه ما جداست. که اینمی هم تفریحگاه زنانه انترنشنال ماست که دیکور دیزاین بسیار مقبول شده. بله دیگه شما در تصاویر میبینید دوستان میبینن که چه دیزاینای بسیار مقبول. یک تعداد خواره ما اینجا میاین یگان اقسام میگیرن دیگه یگان فیلم برداری هم میکنن. یک فضا برشان جور شده که دیگه دیگه طبقه مردا هیچ نمیباشن. کلی همون سیاسرای ما هستن امو گارسنای خدمات زنایی که هستن که دیشان هستن و در خدمتشان هستن و آمین انشاءالله. اون دیسا بی کاغذ دیواری است. این یک کاغذ دیوالی استیکر شده. بسیار استیکر بسیار زیبا فقط طبیعی باشه بسیار مقبول. خب یعنی دیگه یک فکر شده که ما دیگه چرا باید نصب کنیم اموت یگان چیزان نصب شده دیگه بسیار مقبول چیزان نصب شده دیگه. خصوصا بر خانم‌ها که عکس گرفتن زیاد دوست داره. بسیار بسیار بسیار. اینمیجا ما یک عروسخانه هم برشان جور کردیم برای همشیره ما. بسیار خوب. اینمی تفریحگاه اینمی عروسخانه انترنشنال ما است که هم با یک دیزاین دیگر رقم جور شده. هر عروسخانه ما یک دیزاین خود خوبی داره با یک مختلف دیزاین ها خورده خودش. این شما نزدیک بازی عروسخانه از هم میبینین این هم یک دیزاین بسیار مقبول و بالا دیزاین خورده. بسیار خدا نام خدا. همین دیزاین وطنی را که آدم میبینه دلش شاد میشه یک تکه. بسیار مقبول واقعا. اینی از امور تفریحگاه زنانه انترنشنال فعلا آمدیم. اینی هم سالون زنانه انترنشنال ماست. بسیار مقبول. این شما خودتان ببینین بسیار یک فضای مقبول یک دکوریشن بسیار مقبول شده. بله. بسیار یک سیمسیه خاص گجبوری بسیار خاص یک کلاسیک سیستم برای این سالون جور شده. یک چھت بسیار بلند. بله بسیار. این هر کسی که جمعه این سعی کنین میز و چوکی و پوش چوکی یا کلگیش نو است. برای هر سالون یک دیزاین دیگر رقم برای متفاوت. هر سالون یکیش از دیگه زیباتر است. اونو قسمت هم دیگه فکر کنم اینجا کلی شیشه کاری شده مو دیوالش بالای سیمسی شده. یک دیزاین بسیار مقبول. و این میز کیک است دیگه. این دیگه میز کیک است. امشب ما اینجا پروگرام دارم بخیر. بسیار خوب. این اینجا پروگرام زنانه ما این اینجاست. این استیج مردم تقاضا کردن که استیج شب خینه شان است و اونو هم میز کیکشان است. دیگه یک سالون بسیار مقبول که او کنج سالون هم بسیار یک دیزاین مقبول شده. او هم شیشه کاری بسیار خوب شده. سیمسی بسیار مقبول شده. اون شما ببینید در دیوالات در چت در کلگیش یک دیزاین بسیار خوب و یک کلاسیک سیستم برای جور شده دیگه. بسیار مقبول. و اینجا گنجایش چقدر نفر؟ اینمی سالونی که ما گفتم که سالون انترنشنال ماست این گنجایش 1200 نفر داره ما داریم. خدا. اونو قسمت هم یک استیجه که خورترک جور کرده. او استیجی که به طرف زنانه است. اگر بخوایم که یه تعدادای کم باشه پارتیشن بگیریم پارتیشن های هم برقی است تا چت است مطابق از امری که دولت کرده همون تو پارتیشن ها یار شده. اونو طرفش طرف مردانه است این طرفش هم طرف زنانه است که رای دروازه مردانه مامون از اون طرف است بیخی مستقل. رای زنانهش بیخی از این طرف رای مردانهش هم از اون طرف است. بسیار عالی. دوستان میتونن در تصویر ببینن که بسیار مقبول است. یک سالن بسیار کلان که تقریبا 1200 نفر گنجایش داره و استیج بسیار زیبا استیج وطنی و استیج شب حنا است دیگه که بسیار مقبول دیزاین شده. باز استیج هم دیگه مراسم که ختم میشه تبدیل میشه. بله استیج هستن طبقه اوناس هستن من تبدیلش میکنن اما چیزی که فرمایش داده باشن به او فرمایش برشان عیار میکنن. بسیار خوب. اینا قابل انتقال است استیج ها؟ بله کلش قابل خودش تایر داره. میتونی از اینجا داود کنج سالون ببریش در کنج سالون که خواسته باشی میتونی ببری. هر جای خواست مشتری باشه. بله چیز خواست مشتری باشه. این گلای سفید که مثلا کار شده اینا باز قابل تغییر است دیگه. بله خوی مردم که هر دیزاین خوش میکنه ما امور رقم گل برش گلسازی ما میشه. بسیار خوب. و گلسازی تان هم دیگه اونمو چیزی که مردم بخواه اونمو را
برشان جور میکنه و تمامش در یک چی میایه دیگه. بله پرسنل مجرب داریم با مطابق کتلاک عیار هستن، هر دیزاین که خوش کنن همون دیزاین برشان میزنن ان شاء الله. بسیار خوب بسیار خوب. خب دوستان عزیز، سالونا رو براتون معرفی کردیم. شما هم در تصویر دیدین که یک سالون از دیگه سالون زیباتر بود، با گنجایش نفر که داره، با دکوریشن و دیزاین که داره، استیجای بسیار مقبول. دیگه باز هم بیننده برنامه ما باشین، میریم طرف گلسازی که اونجا رو ببینیم، معلومات بدیم، ما رو همراهی کنیم. دیگه گلسازی ما دیگه مدیریت گلسازی ماست. اینا خوش آمدین، صفا آوردین به گلسازی هم. این گلسازیش یکان چیزایی که ضرورت مردم هستند و به خاطر استیجا کتلاک هم اینجا موجود است، کتلاکای کیک هم موجود است و یکان جک و گیلاس و دیگه و هر چیزی که ضرورت مردم باشه چیزی را در اینجا روی کار ماندیم و در دیپو هم بعضی مواد ما موجود است که هر کس تقاضا داشته باشه، هر مشتری ما مطابق کتلاک انشالله ما در خدمتشان هستیم. لوازم است که به خاطر مراسم حنا است، به خاطر آینه مصاف و کلی چیزا دیگه که یک ضرورت یک شاه و عروس است انشالله کلیش مهیا است اینجا. به خصوص به کشور ما که یک کشور سنتی و فرهنگی هستیم. با مو سیستم بله با مو عیار است انشالله، کلیش عیار است. برای مردم خود انشالله. درباره کیک گفتین، گرچه اینجا گلسازی است ولی فراموش نشه کیک هم داخل هتل جور میشه یا نه؟ با سفارش کیک ها ما قراردادی ها داریم، مردم بسیار نیک هستند و خودشان بسیار دکانه مقبول و کارگاه بسیار قوی دارن. کیکای دو سه رقم کیک جور میکنن که کیکای داخلی است، از خود وطن ما است، به نام کیک خامایی است که او جور میشه. یعنی هر رقم فرمایشی که در کتلاکا باشه و مردم تقاضا داشته باشن امو دیزاین دکور دمو خود کیک میزنه، کیک 2 منزله، 3 منزله، 5 منزله، هر رقم با وزنای مختلف، هر رقم که خواسته باشه کیک انشالله جور میشه برشان. در بسیاری ویدیو مدیر صاحب میبینیم که دمی عین محفل کیک کمیان خراب میشه یا مفته، خدای ناخواسته برای شما خود مشکلاتی تو راست امی کیک اگر وقت هم بیاری در سردخانه بانی یخک میزنیش، اگر کمک گرم شد آوز سر میکنه. او افتای معیار است. امو شرکتایی که قرارداد داریم با وقت زمانی که ما برش زنگ میزنیم عاجل میای و در سالون بالا میشه و در خدمت از مشا و عروس قرار میگیره. بسیار یعنی هیچ مشکل نمیشه. هیچ مشکل دیگه نداره انشالله، هیچ مشکل نداره. و درباره گلپوش پرسان کنیم چون گلسازی است دیگه مربوط گلسازی خب با موترای گلپوش هم هر رقم گلپوشا که بخوای، هر رقم دیزاین موترایی که بخوای واقعا در اینجا هست. قراردادی های ما داریم که هر رقم بسوی هر رقم بالا موتر خواسته باشی که تو تماس میگیریم و با کتلاک عیار هستن، مردم میخواین که این رقم موتر انشالله در نرخش هم که شان مراد میشه موترا رو میخوایم در خدمتشان قرار میگیرن، گل میزنیم برشان موتر. فقط از داخل هتل میتونن رزرو کنن یا خودشان هم اگه داشته باشن مشکل نیست؟ میتونن خودشان هم اگه موتر داشته باشین اینجا ما گل میزنیم، اگه ما را بگین ما خود ما برشان مهیا میسازیم موترا رو برشان در خدمتشان میسازیم. دوستان عزیز دیدین گلسازی رو که نام خدا بسیار مقبول است، بسیار لوازم مقبول که از لوازم سنتی گرفته تا آینه مصاف و لوازمی که برای کیک است تمامشان دیدین. و مدیر صاحب یک تخفیف هم خوب بگوین دیگه برای هموطنای ما که کسایی که علاقمند هتل ما شدن بعد از دیدن برنامه ما برشان کدام تخفیف داریم؟
تشکر از شما که بسیار زحمت کشیدین، تکلیف کشیدین، ساعتها را که ما تیر کردین و ما به نمایندگی هتل قصر سلطنت با شما وعده میتیم اطمینان برای شما از چینل شما، از طریق چینل شما هر کسی که پروگرام ما را میبینه و تصویرهای ما را میبینه از بخاطر شما، بخاطر چینل یوتیوب شما ما 10% تخفیف برای شما مامیال میتیم. هر مشتری شما که چینل میبینه و از طریق شما می 10% دیگه هم تخفیف برای شما. بسیار زیاد تشکر مدیر صاحب، بسیار تشکر از این تحفه‌تان برای ما، واقعا که مهربانی کردین. هموطنای عزیز دیگه حتما برنامه را ببینین و به خاطر چینل ما میتونین که بیاین با ویدیوی برنامه ما 10% تخفیف براتون فراهم میشه. تشکر از کلگی شما، خوشحال و آرام باشین، با عزت و آبرو باشین. تشکر از شما. سپاس از کلگی شما. تشکر سلام علیکم. مهربانان و همکاران همیشگی پنجره افغانستان، سپاسگزارتان هستم که همیشه برنامه ما رو بیننده هستین و همچنان من هم تلاش میکنم تا بهترینا رو تقدیمتان کنم. عزیزای دل، لایک و سابسکرایب چینل خودتان فراموش نکنین. امروز یکی از هتل‌های بسیار زیبای شهر کابل براتون معرفی کردم. انشالله که تا برنامه‌های بعد هم در خدمتتان هستم. این بود برنامه امروز ما. خدا نگهدارتان.